رسیدیم به سال 2016. این نوبت هم استقلال با صاحب جای دومی چمپیونات مملکت برای سوپر جام قواز بود. زیرا جام تاجیکستان را نیز استقلال به دست آورد. اگر یک سال پیش خیر وحدت با استقلال مقابلت سخت کرده باشد، پس خوجند به حیث نایب چمپیون همچنین رقابت را به معرض تماشا گذاشت. این بازی روز 3 اپریل سال 2016 در ورزشگاه متالورگ شهر توسن‌زاده صورت گرفت و در دقیقه 13 فوتبالبازان دسته استقلال توسط گل الکساندر کابلاش به صف پیش برآمدند. طاهرов باشد فرهاد طاهرов در دقیقه 20 از ضربه پنالتی حساب را برابر کرد و در نگذشته باز فوتبالبازان دسته استقلال دوشنبه توانستند که گل‌های دیگری خود را به ثمر رسانند. ارگاشف در دقیقه 21 و باز یک بار دیگر الکساندر کابلاش دوبل خود را به ثمر رسانید. در حالی که در این واقعه در دقیقه 73 دلشاد جان کریموف هم یک گل را زد و بازی با حساب 3-2 به پایان رسید و استقلال باز صاحب جام تاجیکستان گردید. این هم گل دلشاد جان است که ما شما دیدیم. در نتیجه دوستان گرامی اینجا در هوای نهایت نه آنقدر خوب این بازی صورت گرفت و با دسته استقلال باز جام تاجیکستان سوپر جام تاجیکستان سپاریده شد. برپا می شود.